دوستان عزیز سلام علیکم. برنامه جذابیز است و مهمان نوبتی ما نفری که طول 20 سال است در استراد تاجیک با تالنت و مهارت خود دل میلیون ها رو به دست آورده است و طول 7 ماه بود که ما او رو زیاد پزمان شده بودیم. نه تنها من بلکه مخلصانش نیز هر روز در اینستاگرام وقتی که سوال جواب میکرد مینوشتن مهرنگار کی تاجیکستان میای؟ مهرنگار رستم. دوستان عزیز کافکو بیای شما، کافکو بیای شما. خوش آمدید. تشکر زیاد که دعوت ما رو رد نکردید. سلامت باشین. نوبسته از اونی که مثلا ما دوست هستیم در مسئله کاری بعضا وقت میفهمیم که شما میتونید مثلا رد کنید کاری شخصی خود رو داشته باشید، اما با هر حال وقت جدا کردید و با برنامه ما اومدید. بسیار ممنون هستم. تشکر دوستی عزیزم. خب مهرنگار جان، الکی مهرنگار چخانی کرد اومد همه را دید چی هست چی نیست، لواش ها مخوب نشدن با ما گفتیم اسپراوید میکنه این چنین سیر رو الکی تیار کردم. باید ما سیری رضا کردگی می داشتیم لیکن رافائل پنیر پورا آورد به همین خاطر مزدود گرفته رضاش کردم. ما حاضر سیری ایرا فوش میکنیم برای چی من خیلی کردم، برای که من سوالات بسیار تیار کردگی مهرنگار ده من خواستم که کار دیر دوام کنم، سوالات ما پرسیدم بگیرم با حضور حتی بابا شو این چیزو آوردیم چطور کلام نه مهرنگار جون، من امروز با شما کمک میرسونم چی که با شما پسند شما سخن کنید من همه جا برطرف میکنم. تمام. از همه مهمش که ما امروز چشیده ببینیم که تا چه اندازه مهرنگار کدبانوی ماهر است. من نیز باری اول از دست میچشم نوبسته از اون که ما چقدر دوست هستیم و ما بیشتر در اون محفل ها میشینیم، در اون رستوران ها میشینیم، از دست مهرنگار باری اول خوراک چشیده من میبینم. راستی رافائل گفتم که رافائل جون بیا من آش تیار کنم چون که من آش بسیار خوب یاد گرفتم. بعد رافائل با ما گفت که خیر 7 ماه که در امریکا بودی یگان چیزی مثلا زمانوی برای ما اومده که مثلا در اون طرف معروف باشد. بعدن خیر در امریکا در کالیفرنیا که من زندگی میکردم در اون طرف خوراکای مکزیکایی رو بسیار دوست می‌داشتم مثل تاکو و حاضر من برای شما همون خوراکی مکزیکایی آماده میکنم. یک نمودی تاکو میشود؟ بله. خیلی خوب. انا اکنون میفهمم که برای تاکو آماده کردن تاکو با ما چی لازم است. مرا مهرنگار نقل میکنید. برای آماده کردن تاکو برای ما گشنیش لازم است، پمیدور، لیمون، بلغارسکی پیاز، پنیر در کار است، روغن در کار است و گوشتی گاو. بله گوشت رو ما در یخدان موندیم. گوشت باید که طول پیدا کردگی باشد لیکن من نمیدونم که رافائل چی نموده گوشت گرفت. نه گوشت نیز رضا کردگی نیست، گوشت رو نیز خودمون لواش در کار است برای آماده کردنی تاکو. از همه میگیم که لواش است. لواش ما خیلی کلون است نمیدونم. لواش میدونم که چاپوتی رو مکزیکایی ها ببینن اگر در حیرت میمونن. بعد من پیشنهاد کردم که مهرنگار جان شما عموما فکر نکنید از ما یک ترلکای مایده‌تر رو میگیریم در اون بانش میمونیم خمه بریمش میشه و لواشی مکزیکایی. تمام. خب حاضر من گوشت رو میبرم. گوشت نیم مایده کردگی نیست مهرنگار جان. بله. همه کار رو امروز خودمون میکنیم. من میدونم که شما اونقدر زیاد کار نمیکنید در خانه. با همین خاطر من یاردمچی ماهری شما میشم امروز. ما بهش می‌گیم که تا چی اندازه شما کمک میرسونید در خونه در یاد دارم که و محصولات اساسی گوشت. بله. در خانه بله من بعضا وقت آماده میکنم، وقتی که مادرم نبودند آماده میکردم. دوستان از گوشتی که ما امروز در بارش استفاده میبریم گوشت عادی نیست. یکی از کلانترین مجموعه چرباداری در کشورمون جمعیت دارای مسئولیتش محدودی مرمری که در 800 گکتار زمین زیاده از 3.5 سر گاو ذات‌های گوناگون اروپایی رو پرورش میکنند و راسیون یعنی خوراک چروا رو وابسته به سن و سال و ذات حیوانات متخصصان ورزیده تاجیکستان در یکجایی با متخصصان آلمانی با استفاده از نوترین برنامه‌های صنعتی تیار میکنند. گوشت مرمری رو میتوانید از سوپرمارکت‌ها و بازارهای شهر دوشنبه خریداری کنید. مرمری لذت حقیقی. کورد تیز باشد یا که تیز نباشد؟ باز دیگر نمود کورد هست نمیدونم. یک بیسن؟ تمام برنامه هم خیلی گردم. ای تیز که خونم ریخت. так خوب کارت ها در نزد شما یک کارت برای من اگر اجازت باشد. از کجا از اینجا؟ بله. این کارت خوب است. میشد بله میشد این کارت. خوب مهرنگار مرامد از چی شروع میکنیم؟
کدام وظیفه رو به من میسپرید کدامش رو خودتان خیر انا من کار به فکر مختصر بودم خیر شما میتوانید که همین پیازتون که خوش رو از پوست جدا کنید از همه چیزی چشمکات از همه کاری آسان رو به من فرمان دادید چشمکات کمتر بسوزه خب من رو بله شروع میکنیم پیاز من خب یک کرده خب شده است گوشت رو شستن لازم است بله مرحمت میتونید طول 7 ماه در امریکا تاجیکستان رو چقدر پزمان شده؟ بینید زیاد پزمان شدم این رو با سخنها گفتن ابراز کردن ناممکن است بله پزمان شدم وقتی که از وطن انسان دور میرود بعداً به قدری همون یارو رفیقان پدر و مادر خش و تبران دوستان بعداً میرسدن همین گونه میگفتن شخصا من نیز باور نمیکردم وقتی که به خارج سفر کردم بعداً فهمیدم که تا چه اندازه میتواند انسان وطن خود را دوست دارد و پزمان شود بسیار یاد کردم تاجیکستان برای من به نهایت عزیز است بیشتر نفرها می‌نویسند که میرنگار ترک وطن کرده است راستی خیلی رو افتاده میشدم چون که من هیچ وقت نیتی ندارم که وطن خود را ترک کنم و از حسابی که هنرمند هستیم سفرهای کاری زیاد میشوند سبب دارد و باید که مخلصای ما مرا بفهمند برای مخلصان عزیزی مهرنگار رستم بفهمه گریزش نگین این کار داشت یک دوجه خوب میدونید باید مهرنگار با شما یک لایف هک نقل میکنم از اینترنت با فکرم دیده بودم اگر خواهید که پیاز رو ریزه کنید و چشمانتون پر آب نشوند و گریه نکنید باید به دهان خود کمی آب گیرید نمیدونستم من کوشش کردم که این گوشت را به نهایت تنوک ریزه کنم چون که در اوریجینال آماده کردن ما از سوپرمارکت گوشت آماده کردگی باریک و همین چیزا میگرفتیم شما کار ما را بسیار کم کردین همه چیز هیچ گپ نمیگم جان شما با حضور چق قانی کرده کار میکنید با هم مسائلی که آماده کردم از شما پرسان میشم مالا شما برخواستی کار کردین که ما کمتر گنگک بازی میکنیم تا اون دمی که من پیاز ریزه میکنم میگو که من فالبین باشم بفهم تو چی میگویی ترش نفهمیدم شما گپ زدن گیره بیت کمی درباره امریکا نقل میکنید و موضوع امریکا رو جنبش میکنیم با دیگر موضوع میگذاریم در امریکا در کجا بودید برای چی رفتید برای چی بسیاری شاید میدونند علاقه که گرین کارت شما بریدید این چنین پروژه های نو دارید در اونجا کلیپ علاقه ثبت کردید با یک چند هنرمندان امریکایی درباره همان اینها نقل کنید من خاموش میستم امریکا بودم در کالیفرنیا زندگی میکردم لس آنجلس و در اونجا چون خیلی که در تاجیکستان زندگی میکردم اونجا زندگی میکردم و کوشش کردم که کمی هم باشد کانکشن ها پیدا کرده در ساحه خود موفق بگردم اونجا و با بسیاری هنرمندانی موفق در آنجا آشنایی پیدا کردم و با جوانان لس آنجلس هنرمندان یک ویدیو کلیپ نیز ثبت کردیم خیلی ترانه خوب زمانوی انجام دادیم و نقشه های زیاد در آینده دارم یک ترانه انگلیسی شخصی خودم رو آماده کردم که روزهای نزدیک و آماده کردن کلیپش تیاری میبینم دیگر همین خیلی میگو که من برنامه اول بیس رفایه چما همه روی خیلی ریزه کردی خیر مایلی ما تو فقط پوستش که بسیار چپون بودم ما باید ریزش نمیکردیم خیر مایلی بیسته انا که ایش یکتش باید که خیلی ریزه کرده شد و یکتش چهار کنجه چهار خراشا قضی کنجه با فکر میکنم ایش کمتر ایش بمون در روزک بیسته ایش بیسته؟ اینه ایشه خیلی چهار کنجه ریزه کنیم مایده ایر برای که برای سالاد استفاده میبریم خوب شده است اگر که این همیده مثلا مایدهش کنیم مایده کنی در همین بمانیش خوب میشه خوب شده است چیشه بگیریم یک بار چکش بکن ما میدونم که مهرنگار بسیار در خیلی چیزا کپریز نیست میخواد که همه چی ایدئال نباشه
حتی چیزا که امیر میگه بکنه شرکت حتی ما رافائیل گفتیم که رافائیل به دست پوشک نیاد. ده ما برنامه پیشکی رو به دست پوشک ضبط کردیم میگم هیچ کنم میکنه خیلی ضبط میگه نه برای ما در بسیار برنامه‌ها میبینم دخترک‌های جوان مثال خوراک آماده میکنن یا شکر و یگان چیز نخونای دراز قطعی خمیر میگوجن نمیدونم شکر میگوجن با فکر شخصی من از روی گیگینا نیست و همین خاطر من توصیه میتونم که اگر در برنامه یا در گنج ثبت کردن لطفاً دست پوشک و پوشکی مثال هم از روی گیگینا مثال تابی آدم تشکی مثال میگو کنی بله درست قید کرد مثلا من اهمیت نمیدم اما هستن بعضی آدمایی که مثلا طبی اونها نمیگیرد که این گونه مثلا وقتی خوراک آماده میکند استعمال کنند خب برای همین مرنیگار هم مچه رو با دقت اهمیت میدهد خب این خوب است البته اینچنین آدمی که وقتی که مسئول است کار خود رو دوست می‌دارد و این خاراکتر در هر گونه کارهای دیگر نیست در زندگی نیست نشان داده میشود اینترنت خب مادرم زنگ زده است. بردار بیا خانم افسانه سلام علیکم سلام علیکم شما در چیه نه؟ در باید نیوراجی داریم همینجا داریم شما در برنامه زنگ زدید ما ثبت کرده استیم بیاید خانم افسانه با شما رو انتظاریم آمدستم سلامت برای تو ما در سرود ما فهمیدیم که شما علاقه سرود آماده کردین یک چند تا یا سرود نمیخونین ما در خانم افسانه که بسیار ما دوستی خوب هستیم شوخی میکنیم کم کم تشنه بچه زده گفت نیست بیایی ما را کوشش میکنیم که 50% کار آماده کنیم مادر جان مرگشته را خواه میبرم میگه تشنه را بیاین سرتون میکنیم اپا آمدستم خب ما درباره اپا افسانه کمی گپ زنم بسیار انسانی زنده دل هستند وقتی که با اون کس میشینید عموما زیقی از بر شما میگریزد بسیار انسانی زنده دل بسیار شوخ هستند گپ میتن یا چی گپ میتن من کوشش کردم تا حد امکان گوشت را باریک ریزه کنم خب اینا من نیز کوشش کردم که پیازه چقدر که شما گفتین کوبیک ریزه کنم از اودش برآمده است کم بیش میشه تم کار میکنیم بگو اخیرا رافائیل جان این پیازه را بگیم درون همین در ظرف بگیم چون در ظرف که ماندی با چکا کنیم مان شود خب مرامت در ظرف میگیریم با خماندهش رو این برای ما لازم است اینجا میگذاریم اکنون یک بالگشتی رو گرفته بالگشتی رو مایده میتونیم که دوتا بگیریم ششتگی؟ نه از میشیم چون ششتگی بدن با میشیم میدونن شبش رو رافائیل جان از درونش جدا کنم این خراشو خب از جداش میکنیم سرازو میشیم خب اکنون ما حاضر چی کار میکنیم؟ ما باید اینی حال گوشت رو بیرون کنیم با 2 قاشق روغن ما روغن بسیار استفاده نمیبریم من یک چیز رو مشاهده کردم که در امریکا چطور که در ما غذاهای سر روغن زیاد استعمال میکنن بعد کسری قند دیگر گرفته میشن از ژرینیا و این چیزا اینا بسیار کم استفاده میکنن برای یک آماده کردن نمیخواد گوشت شد که 2-3 قاشق که مایده روغن استفاده میکنن تمام بله و اینها این این روغن است بله این چیز رو گریان کردن لازم است بله حاضر tak بلندش گیرون کنیم نه ماکسیمال بموندم شه برای خوراک آماده کردن باید که اول اسکارکا رو بسیار گرم کردن گرمک خشک شود بعدا روغن رو میپرتویم بعدا گوشت رو جذب بزنیم خب مرنیگار شنیدم که شوهر کردنی هستید این گپ درست است؟ کردنی هستیم و اکنون حالا نمیدونم که این روز برپا میگذاره
акнун духтар калон шуд албатта ки дар фикри шавҳаркунӣ медан чун аз ҳама саводе ки дар тамоми ҷо ба ман медиҳанд ҳамин аст ки мегӯра вақт духтари калон шуди кай ба шавҳар мебарои шавҳар ки карди кай фарзанддор мешавад кай фарзанддор шумети ҳама хела зиндаги ҳама хелас чархфалак то пурдон шояд банем барномаи чигар бароям мағз гуфтем ки мердигоҳӣ агар либоси миллӣ пӯшида биёед чунки ман бисёр дӯст медорам вақти мердигоҳ либоси миллӣ мепӯшад дар ҳақиқатам зебардаст келинчаки тайёр мешавад бубинед ман рӯймола кабуд аз мехелам лекин ба ранги киртам рӯймоли гулобӣ надостам хуб ҳеҷ гап не мо барои баъд мӯйҳома ҷамъ кардем дар тӯй ҳатман баъд тақрибан мекунем худо ба орзура бирасонамон бале иншоллоҳ амин аллоҳ акбар дуюм барномаи ма уже шу додесам ҷавоб додесам якта парса умеда парсаи ӯ барнома дорад амонам дуош додам гуфтам шу бикунем худо фарзанддор бишад оста насӯзӣ мо тора шу доданем барои мо дои нағз додем бетарам дуо амин аллоҳ акбар ҳаммамон худои парои бачаи дилмонам биёбем шумоам тамошобинои азизи мо ҳамин хоҳишмандам ки дар дунё ҳама хурсанду хушбахт бошад ранги рӯғани маскай не бай об бишав бояд чизи дорад доришт мегӯя и рӯғани ягон каса не оливки дора ай пакетик гирифтагимча пакетик шумо бояд не озмониш об мешавад гарм мешавад об шавад бояд хорошо инаха яке агар қошиқ дар коршид хуб ман болгарскиро чикор кунам мегӯр накы болгарскиёра хеле чоркунҷа реза кун чоркунҷа реза кун як кисмча дар роза хуб аз ман хеле фармон медам ҳама кора гап нест сариту местам зато баъд ди ба духтарака мегӯянд рафаил чақом дайра ай пай шидан дар кора тароб бисёртар ба кумо хеле бачаҳоки чӣ мегӯянд ҳама тарафа бошанд мекунанд сразу чут када мегиранд занит када рӯғанро сигар хушм наомад яқа дига бисёртарак мебуд березиша намедонам хеле бояд дигам ҳаста берез ҳамаша ушам мекунам мешавад бия хубш рӯғанои зайтуне ки дар ботл ҳастанд ӯ хеле мегифтем ӯ хеле бедам инҷо чут наёфтам ай чӣ мегӯянд нерез дошт хорошо баъд бо истифода мебарем дар марма шумо гӯштро вай мекунед чӣ даста сӯхтӣ дастам сӯх гуфтӣ чӣ боядам зад гуфтам пурсидам чанд бор даста сӯхтагӣ ва айни хӯрокпазӣ ҳисоб дастом ина масалан шрамо ҳаст дар дастои ман аз блинчикпазӣ аз бисёр аст михел ҳолатҳо яъне ки шумо дар хона зиёд пухтупаз мекунед гуфтани ҳастед дар хона нео дар амрико баъд танҳо мемондам мехӯрдам дар ғарибӣ зиёд мегирем ҳи ака дига чандта ғарибе гирифтезаги америка рафтаги агар фарқ надорад ду амрико аст дигар лаби дунё аст ки одам ки аз ватан аз 2 ҳафта 1 ҳафта дур шуд аллакай пазмон мешавад сар мешавад бале мефаҳмем шуморо хуб мешаванд ам ҳолате ки зиқ мешавед аз ҳамон ҳолатҳо чӣ гуна мебароред худро аз ҳолатҳо ягон тарона иҷро мекардем ё ки мо мерафтам харид мекардем ягон пироҳанҳои нав хидматпанд мекардем бисёр шопинг мерафтед бале медидем дар сторисҳоятон яъне ки вақти худро ба дигар кор сарф мекардед то ки зиёд фикр накунед медонед ман омодагӣ дидам хуб шумо медонед ки ман бо оилаи шумо бисёр дӯст ҳастем бисёр во мехӯрем мешинем суҳбат мекунем пеш аз оне ки ба барнома шуморо даъват кардам аз апай афсона пурсидам ягон чиз ба ман нақл кунед баъдам гуфтам ки мернигор вақте ки хурд буд ҳамон вақт давраҳо сериали тангем буд либосои тангемро мепӯшиданд хӯрокҳои тангем омода мекарданд дуруст аст ҳамин гуна буд бале чун дар ёд дорӣ он вақт ҳамин филми тангем бисёр ҳолам пакеташ аст ки пакетои кабути тангем пакети тангем абра биёр мегӯям маршруткаи тангем чира маршруткаи майдак баромадагӣ будан бояд мас тангем мегуфтам чӣ мекардем бо ҳамроҳи дугонаҳомон бозӣ мекардем тангем мегирифтем хӯрок омода мекардем ҳатто дар як барномаи гунча тангем гирифта будам дар баҳористон иштирок карда будӣ бисёр аҷоиб будам лаззаи хотир буд
حالتا بود ولی من بعد همراه خالم دیلارم بسیار چی میکردم یک زن در شبکه اول برنامه کشانه میبردگن بله باید ماست و وقت من با مثل همون میکردم اینترویو میگرفتم و مثل یکی خما کاربانو میگرفتم کودک بدم تقلید میکردم برنامه‌شون نظر تنزی اویله این چونین شما یک تقلید بسیار مشهور دارید که در کخ برباد کردگی بوده چندین سال پیش سرودی که ای دیلکم بای لیلی بله ذکریولا سرود ذکریولا بود فکرم باز هم نغمه هایش رو تقلید کرده بوده بسیار همون برآمد رو فکر میکنم همون بسیار دیدم بله برنامه ما جاز بوده چی بس کار خیلی ما جز نمید بلندش که خیلی بلندش که خیلی دیگر ده نه ماکسیمم قبده ماکسیمم قبده ای بس کار نه پختش بگوشتمونون نرمال نه نشه اما گم فکر میکنم میدونن البته که شما اپای سفر محمد رستم هستید برادر عزیزی من دوست من سفر محمدی رستم میخواستم فهمم که زود با اون کس گپاتون میگرزه خیلی جمع میکنیم یا که خواهی نیوشه اکنون کمار شما بگیم مخلصات در کامنتاریا بنویسین کدام اکا خوار جمع نمیکنن نه من میدونم میگه همه اکا خوار جمع بگن که با اکا خوار جمع کردن ابلای باور کرد اکنون سپاریتو میشود بحثو میشود بعضی وقت تو خیلی باز تیز میگذارد باز از علم میبریم این خیلی خلطه میشید مثلا بحثا درباره موسیقی بحثا درباره اگون چیز خریدن بله من زحمت دادم مثلا ستیل طرز خوندن عموما از مهرنگار دیگر است و از سفر محمد عموما دیگر است بعد وقتی که نشینیم در یک جای اگه موسیقی سرود رو درباره‌اش اگر گپ زنیم بعد هر کس فکر خودش اگر میزنه بود راز بور میکنن بعد بساز میشن بعضی خلطه میشود اکنون اما فکر میکنم که اگر برادر و اکا خواهر داریم؟ بله من یک خواهر دارم اصلا خواهرم از من بعد از 11 سال تولد شده است 11 سال خورده است اکنون دیگه فهم نمیزنم بیچاره‌ام فقط اکا جان چیکار کنیم اکا جان چی تیار کنیم میگه تمام یعنی که اگون برباس نکردیم؟ نه خواهد که بحث بکنیم هم سوی اگون چی جنگش میکنیم که میگم نکی خیلی نکی سو اکا چی جنگش میکنیم ماکسیموم اوچام اگر اگون چی بگه میگم که اوچام اگه هم نکی یادت گفتی که مادرم جمع میکنی نماستانه نمیخونیم اوچام هر دمانه جمع میکنیم که نماستانه نمیخونیم یا که یک بامداد در بدور نشه اگر با اوچام جنگ مون میکنم اکنون اگر گوشتی ما تونوک میبود در مدت 2-3 دقیقه آماده میشد و سببی که من کوشش کردم اکنون که تونوکتر ریزه کنم و من خاطر ممکن همه زیادتر یا 5-6 دقیقه نه جگر از هم مهم پا زده اینه اوچم زنگ زد استه ترا اوچه زنگ زد با من را اوچم زنگ زد چای جون سیامکه دارم باید زنگ میزنم نه برای هم چی زنگ زدم بعد دوست تمام اینم زنگ میزنم سلام برسونم مردنگار رستم سلامتون میگم سلامت باشه سلامت که برای کار میکنم من شده جان خیلی ولی ما مصلحت کردگیم خطی مردنگار سفر محمد چون یک روز باید مدرمون شینوس کنیم یک اونجا بشینیم چون که مدر من نبودن اصابی که مدر من نبودن فهمید مدر دو مدر به تو یک چند روز البته هم خرساندم که خدا را شکر میخیزی سر ای خواه هم اجزا که تاییاب مهرنگار برای سفر محمد یکم بار خیلی بسش تایار میکنه خودش تایار میکنه خیلی میشه باید که ما اپایم خودت برا بکن میگوشه نه مدر خیلی نیست اگر خوش مامبوتا میکنیم اگر خوش مامبوتا اگر رفتاری سفر معقول میشه با میکنیم کنیم دوستان ما سوچ نیست بسیار که باته سخانی نغزمیده مهرنگار استم که باته ما قدر زیاد صحبت کردیم سرود نخونده مهرنگار سرودهایی که اول نبرآمدن و من اونها رو علاقه گوش کردم اذیت کردم تا اون در کشما میبرد این سرودها رو به نزدیک در نقشه است یکون سرود پیشنهاد کردم بعد ترانه اصالک هم میبریم اصالک؟ تا کم ترکشه باید میزن ما بخونم دوام شه بیا های بله تشیرینی ته اصلی بدنجی پیزار بله شد ملکی لکام
محلی عاشقی زار زار و نیزار دل بقرار چبوک سوار بیار آمدی یم بشینی در برم لذتی دنیا میبرم با تو خیالم در جهان ای همه مزه با ترم بیا بیا بله تو شیرینی تو اصله بهتری شما دوستان عزیز نمیدونید تو چند اندازه من بعدی سرود خیلی میشه برای که جز برزی گوشت ما برام даже گوشت سرود رو نشنیدم ریاکتش خوب شد خب شما دوستان عزیز نمیدونید تا چند اندازه من تالانت و صنعت مرینگار رو دوست می‌دارم چون که از خردسالی مخلص بودم گوش می‌کردم اکنون تصور کنید که بعد چند سال می‌گذرد مثلا طولی 10 سالی که تو مخلص هستی و بعد از 10 سال در یک گویم صنعت همکاری می‌کنی در ساحه صنعت و دوست می‌شوی چگونه مثلا محبت رو از جانب من شما باید احساس کنید مرینگار جان من احساس کردم گپ نیست خب ایرا رضا کردم چیکار کنم اکن در درون پیاز آموزش Скажи, штандарку? Белый шумчама. Хашму звезда бисёр корнани фармоним. Ма бибин ман гӯшт бихтар. Мернигор, мо дар бораи туй гап задем. Аммо нагуфтем ки ягон нағз дида дорад Мернигор Рустам. Кудо нағз дида дори? Мернигор ҷон имрӯз ман ба шумо суол мекунам. Немам рафтам маҳорати журналист дорам, ростша бугу. Хеле нефтафест. Хей, масалан дар тӯли чанд сол аст ки журналист ҳастӣ? Аз соли 2012 инҷо. Соли 2012. Хоб маъруфияти худро дар кадом сол эҳсос кардӣ ва худро муваффақ ҳисоб кардӣ? Баъди 2019. Баъди 2019. Хоб баъди 2019 дар дайректи Инстаграм ихтироам намекардӣ? Аку биёи шанахт накунем ки худут медонӣ чӣ хатира менависанд бачаҳо, чӣ бачаҳоро духтаро менависанд. Ягон мухлисат хишит наомада, як хай гуфта намешавад. Конечно, ака ҳастан хишит мебиё ягон чиз суҳбат мекунӣ менависӣ ҷавоб. خب بیا برای چیزای شخصی خوبش گپ نزنیم و زری همین سوالا پرسیدیم چه؟ برای درست نشدم. من نفهمیدم که سراز چقالی میکنه خودم دم میگردن سوالم. سوالای ساز تکی بازاره. آز ما دایی یگان چی میپذیم بود؟ بله میپذیم. تاکو خورده یا بکن؟ تاکو بله. در تورچه خوردگی بدم. یکی راست دیگه بخوام اخوام نشیده. راست دیگه بارم خشم نامده بودم. که هیچ خوراک آماده کرده استم باید که خوش بود بیاورم. ما باید امروز کوشش کنیم. مخلصا در یک سوال وقتی که کدبانه مثلا خوراک میپزین در وقتی خوراک پزی مثلا وقتی گوش میپزدن از یک دوزی نمیکنیم ما دکی میکردم خیلی نه درانده یک چم افخاد دسته میدارم چم افخاد نمک میکنیم یکی میدارم چم افخاد دسته زیربکی چی میگن آش کراچی بعد میبینید دیگه خونه نیسته از تاگه گوشت میدید بخیر вкусно ба ҷавоб мегӯяд умон ба нон мегирифтим як гӯшта калес ка медиздим нон фар мекардам мегирифтам берун не очам намефаҳмид ба ҷанг намекард значит ҳисоб накардам خوراک‌های مادرها بهترینن. مادر مرا بسیار دوست داشت. با لذت است. از اومدگیم باور کنین راحت میکنم. خوراک‌های مادر من میخورم. بسیار به تعریف میگم بسیار دستی با مزه دارد. اپا شما یک سخن بسیار عجیب دارد. عجیبیش در همون تلفظ کردن است میگه. وقتی یگان چیز برای سفرنامه که میرین گرگ زنم میگه بعد میگه آی گولاکه. اگر گولاکی چه 26 27 دارم آمدگیم. خب 27 نه 26 ولی نه. تو 26 شدی؟ چی باید سری من؟ من باید چیزا نمیگفتم. نه خیلی گرد نداره یا بود هستیم. نه اکه یاش شما؟ من زرفش کنم. اکو روغنای به تو رو تبا برو رکت این چی بود دو دیوار من برم دو دیس کارکا سفرنامه کدام بچه دوست می‌داری؟ دودی آب خود میروم عزیزی مرو خوب مرحمت کمی فکر میکنم باید کمی پس کنم
اکنون چی کنیم رافائیل؟ مرامت شما بگید من پمیدور کم لازم است. یک طرف مونه؟ یک طرف مونش کرد؟ یک طرفش مونی باشه. پمیدور رو یک تو ریزه کردم لازم. چرکون جمعن مایده. خب در وای شما سرود سفر محمد رو سر دیم یک جای کدام سرودش رو بیشتر دوست می‌دارید؟ همه سردوشه. همه‌اش دوست می‌دارید؟ همه‌اش از یاد می‌دونی؟ همه سردوشه میتونی مرا تفتیش کنی. تفتیش کنم؟ так بیایید از چی میریم؟ معنی نداره مرحبا نه خطا نمیدی سیگار روشتم بعدی تو دیگه شما هم سهر معنی نداره خب هم بود و نبود شعر و هم سرود معنی نداره بهترین خب باز کدام سرودش رو میدونی؟ آخیر تو کشتی آتشی وفایت رو آتشی وفایت رو ای آخیر بسته کردی حرفی پرخطایت رو عالی برنامه رو سفر تماشا میکنم میگه شما رو خیلی غیبت کرده دونچون بسته دیگر فایده ندارد اگر برگردی برگردی من هم نباید که باز تا جراحی دراز برگردم جمعت کمتره می نیستن ای سفر در زور خونی این سفر محمد صدای بسیار خاص دارد و همچون هنرمند بسیار هنرمندی با استعداد است که در مدت 3 سال و این قدر موفقیت ها نایل گشتن این کاری آسان نیست بله و نه همچون برادر خود تعریف دارم همچون هنرمند بسیار با استعداد است و نوشتن نماند همه ترانه های خودش را خودش اجرا میکند من نفهمیدم که رفتن هیچ خیلی رو نداره وان بشید از به دیگر رو خانش میرسیم این ایره بیخش برسیم یو این دکی دیگر های به چطور بد نریزی خرچ کبریان نیست پس کمی دروغانو ما دفتری نیست اینه تمام ما جدی روغن اجرا کردیم کبرات کمر خشم ناومد راست دیگه بیا پرتش باید درنش بار میکنیم نه بار قدم در کار نیست؟ آخه نه سوزی نگم حلقه‌ای که سجله رشتش ما خفونده سنگایی روغاناتونه تو امروز دیتی چیز تایار کردنی بیدی؟ ما یه در برای دو کاشن روغان گفتم اینجا خفونده برای کارچ کبری خوب همینجا را اوه اینا تمام کردم اسکا نگار یکم مشغول فکر میکنی که اگر مدر شوید چگونه مدر میشوید؟ استروگی یا کی؟ البته که به جدی بودن نمیشه اگر جدی نباشه فرزند در فرد کار میدوید اپاستونا بسیار جدی بودن با شما جدی بودن و من همون سیاست بکی مثلا ما فرزندای خوب اوای رسیدیم اگر که فرزند با کم ترجیح نکنید کم سیاست نداشته باشه خود میرود بله بله درست است یکی من مادر خوب میشم اگر خدا نصیب بکنه انشالله نامی فرزنده اگه چی فکر کردگی؟ من نامه تاریخی را بسیار دوست میدارم مثلا اگر دختردار باشم مثلا نامشم ممتاز میمونم بسیار نامی زیبا ایلی جهانزیب میبینیم که باید میشیم برای ممتاز تاج محل است باشتگیم آها برای خطیر نام یک شاه دختر بود بسیار نامی زیبا است ممتاز برای خطیر اینه تایار رو میده ندوشم ما عرق کردم بخدا یک تای دیگری بکنم آی بخدای میکشه تای کنه را هم ندور آمده بچه اون را هم کردم در کار نیست در کار کنید نه دیگر نیست شما امروز مهمانی ما هست استخوار کنید خوب باید دیگه هم خیلی رزا کنم یک تای دیگه هم خیلی رزا کنید
болгарский як میگم рафаэл ки як болгарский ра дар загреза кун барои من نکردم میبخشی هیچ کوشی ریسپتی کسا دیل مرا گفت چی در روزا گریزه کردم برو ما بهش من با سرود خانی رفت بیا کن سرود دیگه بخونم میگم جون مرحمت کدوم سرود یک سرود دیگه که اون بر اومده است بیشتر دوست می‌داشتی اگه ما همه سرودات هم میدونم از زیادی نه تو میتونی من راوزی سنجیدی بگذارونی اوکی بهاری عالمی تیفلا بهاریستان بهاریستان هم خیلی نبود؟ من میدونم بهاریستان سنتش نبود نه آخه این باید دوره کودکیات را که باشه عزیزت پال نینه نوزاتو باید مومد که هم خیلی نیسته به تو این دل زارم دیوانه شد دیوانه همه ای روزگارم افسانه شد کی میرسی بر ابجی رازی من مطمئن کوکر دراز با کدام شه رو حرفه نگو برایم رو اصلا نکن صدایم رو به باد و باران بگو به دشت و دامان بگو که یاری من گشته ای نگاری من گشته ای جانی من عشق و ارمانی من تا ابد من با تو بهترین مالدیت با چی اینا دیدی؟ دروغ نمیگم خواهیت کردن؟ البته اکنون وقتی که ما болгарский помидор و پیاز رو با الوهیده یعنی جذبت کردیم با کسی بله اکنون گوشتا رو باز یک بار دیگر می اندازیم چون که همراه بپزند و برای من مرچ لازم است بله در نزد شما است بعدا حاضر باز پامیدور؟ گشنیچ رو ریزه کردم در آها حاضر گشنیچ رو گشنیچ رو ریزه کنید او خود رو ترکیم بسیار نه یکون سه چهار دو نقشه ریزه مرنیگار بگو گشنیچ رو ریزه کنید همه را تیار کنید بعد من رو فایروز کنید می شود خب نه شوخی میکنیم البته من همه وقت آمودم برای کمک کردن اصلا مهمش که خوراکی که امروز مرنیگار برای ما آموده میکنه با لذت باشد بعد بله با لذت می آید حتما انشالله خیلی بکنم که تو هم نکنی؟ بیا پگه می شود خیلی رزا میکنه مایده مایده ماهی ماهشی ترا بگه مایده کده آمدی نگیری میسوزه خود ما بعد پگه چی میگم میده در کف مادر به سری من نگیرم بچه جان ده تره باید بگیم امروز اگر من کسانی چیزا برم گیرم دو تا بخوام زران خب کمتر گشت میاندازیم پامیدور دیگری هم تیار بریزمش در این سالن ده سالن کمی نمک و مرچ کردن لازم است خب شده سازی میکنیم چه так چطور ما процесси کار بسیاری بعد رفتیم خوشمون با اوقات چیده صحبت ها موندن سوال من موندن خیلی وظیفه ما میکنه سوال پس سوالتیه سوالات هم باید از یاد شد بیا برای مرنیگار کدام شتاتی که در اونجا زندگی کرده است کام بهش پسند اومد یعنی که میخواد آینده مثلا همونجا باز زندگی کنه خیال میکنم من کدام شاتی رفتم همش یک خیلن فقط امی بود و هواش فرق میکنه تمام اکنون قاشق غلطی مهمون میاید خیلی دم بسور حاضر میشونیش بسیار طعمش خوب مینماید بله क्या बात है क्या बात है अरे क्या करो यार که ما یگان این دیست که نخوندیم دیدی ما شما با فکر مجموعه مخلصایت میدونن که مرنیگار بالیوود را بسیار دوست می‌دارد مخلص است و چندین سرودانی سرایده است نه تنها بودابانی اینجا با ترکی نیست سرایده است ایرانی نیست سرایده است اکنون ما همین پرچکه را بکشیم نمیشه من این بکش کار شما با انجام رسید اکنون ما این را کم لیمون برای من زیره لازم است نمک لازم است تست خب شده شما سخن کنید tak نمک اینجا است
همین لیم در اینجا آماده میکنیم. زیره 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 خدا غم بگیرد. هیچ خیلی نمکه که بزرگ میبروید نمک. ای زیره نداره آی ماش ما تو زیره بیارید. ای نه دیدم از زیره همیشه خیلی دوره نداشته ایچی دیده نمخوری سانیزیز. ما یک خوراکی بسیار قیم در فرمایش داد که آماده کنم. زیره برای من نه آمد. مایرا دیدم دایجا بود مرچ. خیالم که دوره درونش اینم مرچ هست اینا پیریت چارنی قرابداز میشن؟ من مرچ نمیگه خوب. ای به مایده کدگی نیسته؟ از به مایدهش کنم خواهر ما میکندی دیده نمخوری عزیز مرچ سازم نه آمده. نه چیه چارنی پیریت؟ اینه مرچ هست. شو؟ ایش چی در کار نیست؟ خیلی تمامی در بیا خوب عذری زیاد میرنی گل جان من زیره را نیفتم من خیلیم داره آخه بیرا بی زیره نویسته باید در تاکش زیره کمین نویسته گه مایده کردگیز نه چی بفکرم واقعش شدن لازم است؟ بله tak ایرا اومخته کنیم سالتا بله با خوشک اومخته کن کمی نمکش کردم لازم است خب شده است با نگفتیم که بغیر از خوراک ما امروز باز چی آماده میکنیم این میگو سموزی آماده میکنیم سموزی رو خودت آماده میکنیم بله سموزی رو نیز من آماده میکنم tak سلات تیار ما باید لواش ها رو کمی خورتر ببریم این کار نیز من به انجام میرسانم حاضر خیلی کلان هستن tak سلات آماده شد اینا رو میگیریم یگان گرده شکل یگان 4 دانه میکنم 4 دانه خوب شده بینی باید زیبا نمیگور جان دستکان در چند قد یکی برای خود کرده با ستور قطعی از اومدگی بوری اول از خود میکنم معلومه نم تا خرسان کمی لایم رو گرفته امنی خیل میجهیم برای باز هم زیبا شدن اکنون اینها رو گرفته یک طرف آمده است رو گرفتن در طرف ما رو من میتونه اینجا بگیریم بایورا همشه مانیم میگیرشته برآمده رو پزمان شده؟ بسیار صحنه رو پزمان شدم توی وقت مخارج من برآمدن نداشته بودم خیلی صحنه رو یاد کردم محیطانم رو یاد کردم و بسیار سخت بود برایم این لحظه ها لواشا من کلانتره باید مایده تر کنی شده این لواشا برای شاورما ما باید لواش برای خاک ما در تاکو اوقا مشهور محبوب نیست اگر میفهمیدی که از عهده خرید نمی برای خودم رفتم کردم آی باخدو امروز نپول روز شرمنده کرده اینجا البته نگو میگور من میام همچون آشپز تو من رو خیلی عصبی کرد چیزهایی که من لازم داشتم با خوبی از عهدهش ما باخدو کوشش کردم اگر ما پشت گپ زدم رفتن گرفتم ای بزرگی اگر ما خود میرفتم ما خود دیگه خود میگرفتیم کنیشنا دیگه خودت نیز نگرفتی خیلی میشه اکنون از ما چی کار میکنیم؟ دارم جب منشون دیگه تخت چه مرحومت چه واو با بریم یکون تا دیگه بله یک 3-4 دانه بودم ترانه نوی سفر محمد در گوشم کدام؟ نمیدونم سخنش با بدخشانی است راستی سرودی بدخشانی گفته سبود آمده کرده سعی خوب لواشای ما آماده شده انا که بینین چه خیلی در گردن کیا بات ہے بگو اندیس که کیا بات ہے تو با نان بود چون جانی آدم قوت و درمانی آدم نکه خیلی شبه استفاده میبرم
Так. میگی این لواشای تو صبح در نان موندی. اونجا باید لواش سختک باشه اگر باینی خدمت. بعدا انا خیلی گوشتارو مونده. انا خیلی کمی اسکار تازه کنه. کردن در کوراس. حاضر. نمیتونیم خیلی گرمش کنیم. باید تا کسی دمی چسب. آخر مای گوشت. چی دست کن. بعدا از گوشت‌های با سبزیجات و بیلیون کردن آنها رو می‌اندازیم. آنا اکنون. مرحبا. می‌دونی که خودت یک ساعت رو آماده شاید من با آماده کردن اسموزی می‌گذارم نگیرم. می‌شود آماده کنیم. نبی خیلی کمتر دارید بسیار تونو باید دوانش بگیره؟ باید دوانش بگیره. نه دوانی نمی‌شود. نمی‌شود. اینو خودت این شو کردی. خیلی آخه لواش ما تنکه دوانش کنی میشه با فکرم. پاپروبوی نه؟ می‌روند در حاضر. سکاردو. بسیار نه. کم ترکن. نه اینه عزیز میکنی؟ آب داره سکارد کرد. کجا بس؟ مونشم خوب شود. عزیز. برز میخرم خانه بسیار بده. بیا برز میشه. کم ترک برای بسیاری بد رو هر می‌دیم. بسیار اینه. تماشابینان عزیز باهای جدی ندید مدام ما آشپز ماهر نیستیم. این گناهی رفعیل. آی بیمای ادمین گربیسته. ای بیمانه از هم که جدا شده. بیاین میمونیم. نمی‌مونیم. بیا. استا. یک چیزی خوب شود. التماس نسوزیم یعنی گرجام که با ماوچتا چی جواب میتونم با. تازه تا میمونیم. Так. برام کافی رو بیده. حاضر. یو من کی میسوزه؟ اینه. ما راستی گفت میگم که حجونی نداره کی بپزه. آپا. Есть. Нормально. استا. فکری خودت نکرد فکری دستت تکر نسوزی؟ شی. خیلی سوختم جبران میکنی سوختم. من برای بزنم که من آپارتمانه دارم نمیتونم با جواب داده که من سوخته نسوزم. آخی لواشای خریدگیتون به حد ناراحت میکنم. از من اسیستنت فرید میکنم جنگش میکنم اکار سرش میکنم. اکار سرش کنم؟ نه. دلسوزک کرد خور اینا بیا آخه چند کاری ما می‌نوشیدیم روز نه خیر از همه مهمش با خودمون آرام میکنیم که اوقات باید با مزه باشه تمام اصلا نیواز نه tak با شما tak تریلکای تازه بس مرحمت بس نیسته خیلی چند کمی مونده شدم چونکی پایافزول‌های بالا پوشیدم. کابلو پوشیده. پایریش که خیلیش کنن میگم. ما امروز دیر زفتر کرده گیریم که اکرس شکم برای خوراک استعمال کردن تا پا تیار شدگی هزی. خوب آزیر من با ریسپتی گفته مرنیگار سموزی آموده میکنم. برای سموزی آموده کردن چی لازم است مرنیگار؟ تخم چرمخ، شیر، عسل لازم داریم. بله همش هست اینجا. کاکائو هست. پروتئین. بله پروتئین میشود. با مثل روی رفعیل سفید است. مرنیگار ما درباره چی پروتئین خوب گفتیم و خاطر هم زد که یک وقت زیاد مشق میکردیم مشق بدن بازار میرفتیم حالا هم میرویم بله از کی فهمیدید شما که مثلا مشق به سلامتی فایده داره و باید به اسپورت زال چون که عادتا من میدونم ستاره ها اونقدر
دوست ندارد خود رو عذاب دهند و از جای برخیزند و روند و مشق کنند چیز لیکن وزن من را از بردارند. مشق‌های مرا دیدم بسیاری هنرمندای خودمون با ورزش مشغول. شخصا من خودم به دست چه بار مزدد نکردیم. ابانیمنت یک جا داشتیم که اکو گفتم میریم هم خیلی. بعد امریکا رفتیم و ما سر کردیم. بله من برستگار پسترستات هم میدم خرسان بشنم خیلی زیاد. گرد نیست. چونکی ورزش برای سلامتی است و با همه تماشاگران توصیه می‌دهم که با ورزش مشغول شوند چونکه اگر که انسان با ورزش مشغول شود کسل نمی‌شود بله. خوب حس می‌کند بله. همین با ورزش مشغول شوید پشیمان نمی‌شوید هم زیبا می‌شوید هم تنتان صحت می‌باشد و جامعه سالم در تاجیکستان به نهایت لازم است. بله. جامعه سالم پیشرفتی وطن است. بسیار توصیه خوب. این چنین عادی کرده اگر فهمونیم وقتی که مشق میکنید خود رو عموما دیگر خیلی حس میکنید. احساسات و کانفیدنس میگن چی میشه توجیه بسیار باوری پیدا میکنه انسان با خود. زیاد. انگلیسی دونی کانفیدنس. خب از این من سموزی رو آماده میکنم. برای آماده کردن سموزی با ما بلندر رو لازم است. خب دو تا تخم خام رو میده کردیم. اکنون بانان رو ایلاوه میکنیم. کارهای ما تمام شد. اینجا من است. دیگر استفاده نمیبریم. حالا فایدون بعدی برنامه میشه. میشه بانشان میخوادیم. مختقام نتیده. با حضور. Так, все. شیر آماده اگر که میکنیم. نمودی تکای ما خوب نامده باشد این عیب رفایل است برای که نانی درست رو انتخاب نکرده است. ای همون جزیچ. چالفاس. Так, برای سموزی شیر، تخم، بانان، چهارمغز و عسل رو آمیخته میکنیم. پروتئین میشود اصلا با اصلا. برای ورزشکارا بعد از ما بسیار خوب است. بله. نگارم قچق خون دلکشوده که ویس محله را امروز دهش برآمدیم چونکه بیشتر گفتم برای تک آماده کردن نانی مخصوص لازم بود لیکن نان نمیشد ما یک بلا کردیم. یک بلا کرده تایرش کردیم. تشکر. تشکر. چی بس است کفایت؟ نه تازه امیر رو مایده کنم. چرا یک بدنم؟ خمایدش. تنها برای خودت آماده نه مخصوص کنم کفایت. کفایه نیست همیشه رنج بردنم کفایه نیست مرا که میکشی ولی دوباره زنده میکنی هزار بردنم کفایه نیست پرنده ها نغمه سرایه در خاکی با میخوانم آن گلها برایم گلهای سرخ از ما بلند خال رسانده چطور ما را ذوق سرودخوانی ما گرفتیم آماده شد.
دوستان عزیز گوشت مرمری را میتوانید از سوپرمارکت‌ها و بازارهای شهری دوشنبه خریداری کنید. مرمری مزه حقیقی گوشت. خب رافائل برای ما سموزی تیار کرد خوراک ما هم آماده شد. بله. می‌چشیم که طعمش چه خیلی است. لیکن راستش رو بگو رافائل. بله حتما من راستش میگم. اگر من راستش نگم ولی با من رو تعریف بکنم. نه خیلی نه. شوخی کردم. راستش میگم. اینجا اگر یکم چیزی به شیطانی شود. ها به شیطانی شود اگر یکم چیزی تا باشه آب خیلی مایجا من میدونم. سموزی ریسپتی مرنیگور کردی تیار کردیم. تاکو ریسپتی که از آمریکا مرنیگور آورده است. خب سموزی را این بیشتر پروتئین است نه برای مشق کمی خاص‌تر است. نه بیا اول مزه کمی شیرینی دارد. اول شاید تاکو رو چشیده بینی. میشه. بیا اول تاکو رو چشیده بینی. خب بیا. سه پورس تیار کرده تریو کدا با خوش رو اوکراشاتش که ایرا برای دیگر رو من میبخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب قجانگم کدی زیاد روی نکن. چپ نکن. با مزه. آره چون вкусно. Можно все съем. Конечно. Гишна, очень вкусно. خود ما ماکول شد. Масала сама сам. ساعت هم کم تبریک. Там. با مزه ما تمام هستیم. نمیتونم. دیگه با کباب هم. کباب هم میگم. انا کن سموزی را چشیدن ببینم. نمانه. با مزه. هم بولازات است. از خود رستوران با مزه. باور کن. با میدونیم اینجا احساساتش دیگره برای چی؟ برای اون که با صحبت، با مهر و محبت، با یک احساسات دیگر امروز ما آماده کردیم این رو برای شما دوستان حتما در خونه آماده کنید. اگر آماده کردین ما مرنیگور را در اینستاگرام ستوریز بکنید حتما دید بکنید. ما حتما شما را پدیلیت میکنیم. ما همه شما رو دوست می‌داریم. بله. Love you guys. بعد من از مرنیگور خواهش میکنم که از تماشاگران ما خواهش کنند که با کانال ما ابونه شوند. بله با کانال رافائل ابونه شوید و با کانال من نیز ابونه شوید. بله سلکش رو میگذارم در پایان. سلکش رو میگذارم و لایک و کامنتاری ها رو فراموش نسازید. بله. تشکر زیاد مرنیگور جان. در آخر میخوام که یک سرودی مهینی هندی بسرایی تا که تماشاگران ما حلاوت برده. اگر یک منچ خدا استاده باشن حلاوت برد. हाँ हंसी बन गए हाँ नमी बन गए तुम मेरे आसमां मेरे ज़मीं बन गए हो देना بهترین تشکر زیاد. من فکر کردم ما سرود دوست داشته خودمون رو از فیلم ای دل ہے مشکل میں ساری تو سفر میرا تو ہے میری منزل تیرے بنا گزارا ای دل ہے مشکل. بهترین تشکر زیاد. خب مرنیگور رو نمیدونم اکنون بعد این برنامه به شوهر میدیم یا نه. با این خوراک بازاری تیار کردگیش حتما به شوهر میبراید. من اکنون این رو با باوری گفته میتوانم وقتی که خوراک بازی شما رو چشیده دیدم. تشکر زیاد. با شما موفقیت. بله. تا دیدار نوبتی. خیر. تشکر مرنیگور. سلامت باشید.